سلام، من روشنک سمیپور هستم و توی ویدیو قصد دارم در خصوص 12 اصل مدیریت پروژه چابک باهاتون صحبت بکنم. این 12 اصل در واقع منعکس کننده و بیان کننده تفکر و فلسفه اجایل و چابک هستش و بسیار بسیار مهم هستش. اگر در سازمانی کار میکنید که پروژه‌اش رو با سبک اجایل پیش میبره یا در تیم پروژه اجایل هستید، باید سعی بکنید که به این اصول پایبند باشید و اونقدر این اصول در ذهن شما درست نشسته باشه که وقتی دارید کار میکنید به صورت ناخودآگاه و unconsciously بهشون پایبند باشید و مطابق این اصول رفتار بکنید. در اون زمانه که میتونید بگید ما پروژه رو در حال پیش بردن به صورت چابک هستیم یا سازمان چابکی هستیم. حالا ببینیم که این اصول چیا هستن. اصل اول در مورد رضایت مشتری یا customer satisfaction. چجوری ما باید رضایت مشتری رو به دست بیاریم؟ با تحویل محصول ارزشمند و valuable. یعنی تمرکزمون روی value یا ارزش باشه. محصول ارزشمند یعنی چی؟ یعنی محصولی که استفاده کننده ازش استفاده میکنه و بهره لازم رو میبره و در واقع براش مطلوب و خوشایند هستش و در واقع محصول همون کارایی رو داره که مشتری میخواد. و ما چجوری باید به ارزش برسیم؟ وقتی به صورت مداوم با مشتریمون در ارتباط باشیم و به موقع بهش تحویل بدیم و فیدبک هاش رو بگیریم و فیدبک هاش رو در محصول انعکاس بدیم و منعکس بکنیم، در واقع میتونیم محصول ارزشمندی رو خلق بکنیم. اصل دوم در مورد چی هستش؟ در مورد استقبال از تغییر هستش. تفکر اجایل میگه اگر شما میخواید محصول ارزشمندی تولید بکنید، باید از تغییرات مورد درخواست مشتری یا تغییرات مورد درخواست بازار استقبال بکنید و اصطلاحاً میگه embrace the change، یعنی تغییر رو در آغوش بگیرید. تغییر لزوماً چیز بدی نیست دوستان. ما چرا تغییر میدیم؟ برای اینکه به یک وضعیت مطلوب و بهتر برسیم. اگر بتونیم این تفکر رو در خودمون پرورش بدیم که مشتری تغییر خواسته برای اینکه به خواسته خودش برسه، برای اینکه محصولی که ما میخوایم بهش تحویل بدیم مطابق خواسته خودش باشه، پس بنابراین ما میخوایم یک کار بهتر انجام بدیم، خوبه که از تغییر استقبال بکنیم. برخلاف پروژه سنتی که میگفتیم اونجا تغییر رو به شدت و carefully manage بکنیم، اینجا در پروژه اجایل باید خیلی ویلکام باشیم توی موضوع تغییر و سعی بکنیم که فیدبک ها و اتفاقاتی که در اطراف پروژه در حال تغییر هستش رو همیشه ازش استقبال بکنیم و به اونها پاسخ بدیم. یک موضوع یا اصل دیگه که در اجایل بسیار بسیار مهم هستش frequent delivery یا در واقع تحویل در بازه‌های زمانی مشخص هستش. یعنی چی؟ مدیریت پروژه چابک میگه فاصله زمانیت رو با مشتری خیلی زیاد نکن. وقتی در حال دیولپ کردن چیزی برای مشتری هستی، مثلا طراحی یک وبسایت، طراحی داخلی یک ساختمون یا هر چیز دیگه ای رو، یا ترسیم یک تابلو نقاشی، میگه فاصلت از مشتری رو بیشتر از دو هفته الی یک ماه نکن. چرا؟ خطر به بیراه رفتن. وقتی شما در بازه‌های زمانی کوتاه مشتریتون رو میبینید، فیدبک هاش رو میگیرید، ریسک این که اشتباه به بیراه در واقع کار رو پیش برده باشید به شدت میاد پایین. پس بنابراین تفکر اجایل اینه که نرو 3 ماه 4 ماه 1 سال کارتو انجام بده و بعد از 1 سال تازه بیا به مشتری نشون بده که من این کار رو برای تو انجام دادم. نه، این از نظر اجایل مردود هستش و میگه فاصله زمانی شما با زمانی که از مشتریتون فیدبک میگیرید در تایم باکس ها و از بازه‌های زمانی کوتاه باشه که هر کدوم اینا رو اصطلاحاً بهش اسپرینت میگن. حالا بسته به فریم ورک های مختلف بهش ایتریشن، تایم باکس و اسپرینت میگن. در صورت میگه که خوبه که این فاصله ها کم باشه که تو سریعتر بتونی فیدبک مشتری و نیازهاش رو بگیری که بتونی محصول ارزشمندتری رو خلق بکنی که در نهایت منجر به رضایت مشتری یا همون customer satisfaction میشه. اصل چهارم در مورد اینه که بیزنس پیپل و دیولپرز، اینا کیا هستن؟ بیزنس پیپل و بیزنس پیپل در واقع اونهایی هستن که کار رو سفارش میدن و دیولپرز کسایی هستن که کار پروژه رو دارن انجام میدن. اون کاری که سفارش داده شده رو دارن انجام میدن. حالا این کار هر چیزی میتونه باشه که معمولا هم کارهای دانش بنیان هستش، مثلا طراحی یک وبسایت، باز هم طراحی یک ساختمون یا هر چیزی. میگه این دو
جایگاه خوبه که به صورت دیلی، روزانه و مداوم در طول پروژه با همدیگه در ارتباط باشن و باز هم دقیقاً به همین دلیل که احیانا به بیراهه نرند و فیدبک های لازم در زمان مناسب اخذ بشه که بتونه منجر به بهترین نتیجه بشه. اصل پنجم در مورد motivated individuals. یعنی چی؟ یعنی اینکه چون در پروژه های چابک دیگه نقشی به عنوان نقش مدیریت پروژه وجود نداره. دیگه نمیتونیم بگیم که مدیر پروژه مسئولیت همه کارها رو داره. توی پروژه های اجایل تمام کسانی که دارن کار پروژه رو انجام میدن و اعضای تیم پروژه یا بهتر بگم دیولپرز همگی مسئولیت انجام کار رو دارن. مسئولیت خطاها، اشتباهها، فرآیندها و همه چیز رو. بنابراین میگه که مهمه که شما پروژه های اجایل رو با انسان های با انگیزه پیش ببرید. انسان‌هایی که به اندازه کافی موتیویتد هستن که کار پروژه اجایل رو متناسب با سبک و سیاق تفکر و فلسفه اجایل پیش ببرن و اونقدر انگیزه داشته باشن که بتونن خود مدیریتی داشته باشن و کارها رو پیش ببرن و مسئولیت آنها رو بپذیرند. اصل بعدی اجایل در مورد فیس تو فیس کامیونیکیشنه که میگه بهترین نوع ارتباط برای اعضای تیم پروژه که با همدیگه دارن روی کار پروژه کار میکنن کامیونیکیشن فیس تو فیس یا رو در رو هستش. معمولا تیمای اجایل تیمای کوچیکی هستن، زیر 10 نفر 15 نفر هستن. میگه بهتره که اینا دور هم در یک فضا نشسته باشن، کار بکنن و اصطلاحاً کولوکیشن داشته باشن. چرا؟ برای اینکه بتونن کامیونیکیشن فیس تو فیس داشته باشن. حتی در مورد تیم‌های مجازی که امکان قرارگیری در یک مکان فیزیکی وجود نداره، میگه که خوبه که هر از گاهی این برنامه‌ریزی اتفاق بیفته که جلسات حضوری برگزار بشه و اگر هم جلسات از راه دور داره برگزار میشه بهتره که ویدیو کنفرانس باشه و کامرای طرفین روشن باشه که اون حس در واقع فیس تو فیس کامیونیکیشن رو القا بکنه. درست مثل بسیار از کلاس‌های تدریس که آنلاین برگزار میشه، خود من اگر کلاس رو برگزار کنم میگم حتما طرف مقابل باید ویدیوش رو روشن بکنه، برای اینکه شما وقتی صورت طرف رو میبینید پیام بهتر و واضح‌تر میتونه منتقل بشه. اصل بعدی در مورد اجایل میگه زمانی ما پیشرفت محسوب میشه که شما اولین محصولی که پتانسیل ریلیز شدن و پتانسیل کار کردن باهاش وجود داشته باشه رو بتونی در واقع ارائه بدی. مثلا فرض کنید 1 ماه هست که من دارم روی وبسایت شما کار میکنم که اون رو طراحی بکنم و بعد از 1 ماه هنوز چیزی نیستش که شما بتونی ازش حتی یه استفاده کوچیک اسم وبسایت بالا بیاد. میگه تا زمانی که این اتفاق نیفته و این تبدیل به یک ورکینگ سولوشن نشه انگار که هیچ پیشرفتی اتفاق نیفتاده و پیشرفت زمانیه که شما بتونی یک ورکینگ سولوشن یا ورکینگ پروداکت رو ارائه بدی. اصل بعدی که من خودم خیلی دوستش دارم اصل sustainable development یا توسعه پایدار هستش. یعنی چی؟ یعنی که اصطلاح فرنگیش اینه، میگه there would be balance between personal life and business life. یعنی وقتی دیولپرها دارن کار میکنن باید بین زندگی شخصی و زندگی کاریشون تعادل و بالانسی وجود داشته باشه. 40 ساعت در هفته کار بکنن، 5 روز 8 ساعته. برای اینکه دیولپرها انسان‌هایی هستن که با فکرشون کار میکنن، با اینداستریال ورکرز فرق میکنن. اینها نیاز دارن که استراحت داشته باشن، زندگی شخصی داشته باشن برای اینکه فرش بشن و بتونن برگردن سر کار و در واقع پرفورمنسشون اینجوری افزایش پیدا میکنه. از نظر تفکر و فلسفه اجایل سازمان هایی که اضافه کاری میکنن سازمان های مریضی هستن، چون اگر یک فردی بخواد کار بکنه توی همون 8 ساعت تایمی که در طول روز وقت داره میتونه کار بکنه و اون تایم استراحتش رو باید بره استراحت کنه، فرش بشه و برگرده. و حالا اگر در طول ماه 1 روز اتفاق افتاد که شما میخوای یک کاری رو تحویل بدی، یه چند ساعت اضافه تر محل کارت بمونی، این اوکی هستش. ولی اینکه بخواد این مداومت داشته باشه زمان استراحت و زندگی شخصی رو از شما میگیره و اون موقع شما به درستی نمیتونی فکر بکنی و نمیتونی دیولپر و توسعه دهنده خوبی باشی.
اصل بعدی اینه که زمانی که شما به عنوان دیولپر یا یکی از اعضای تیم پروژه یا همه اعضای تیم پروژه که دارین با هم کار میکنید، تمام مدت تمرکزتون باید روی این باشه که کاری رو به انجام برسونید که از نظر فنی بی‌نقص باشه. تمام مدت باید توجه و تمرکزتون به یک دیزاین و طراحی خوب و با کیفیت باشه و اگر اشکالی در کار می‌بینید خوبه که در اولین فرصت اون رو برطرف بکنید، برای اینکه برطرف نکردن یک اشکال فنی در ابتدای راه ممکنه در آینده منجر به اشکالات بزرگتر بشه. اصطلاح ایرانیش اینه خشت اول چون نهد معمار کش تا ثریا میرود دیوار کش. به محض اینکه شما یک اشکال فنی در طرحتون دیدین، وظیفتون اینه که در اولین فرصت اون رو برطرف بکنید و در واقع بدهی فنی خودتون رو به اون کاری که داره انجام میشه پرداخت بکنید. اصل بعدی اصل سیمپلیسیتی یا سادگی هستش. هر چقدر که بتونید کارهای خودتون رو در محیط کار ساده تر بکنید، پرهیز از کارهایی که انجام دادنش هیچ ارزش اضافه‌ای برای پروژه شما نداره و به اصطلاح نان ولیو ادد هستش. در واقع اجتناب از انجام دادن همزمان کارها. یه زمانی ما میگفتیم مولتی تاسک بودن خیلی خوب هستش، اما امروزه تفکر اجایل میگه تمرکزتون رو روی 1 یا 2 یا 3 کار بذارید و همزمان تعداد زیادی رو کار پیش بردن در نهایت منجر به این نمیشه که شما کارایی بهتری داشته باشید. درست مثل بار ترافیکی، هر چقدر شما بتونید در واقع ترافیک کارهاتون رو کم بکنید و تعداد کارهای همزمانتون کمتر بشه، کار شما ساده تر خواهد بود و این یکی از تفکرات و مایندست های اجایله که در واقع میگه هنر انجام ندادن کارهای اضافی و اوور پروسسینگ و همزمان کار نکردن. و اصل بعدی در مورد سلف ارگانایزینگ. آدمایی که دارن کار در واقع پروژه رو انجام میدن باید انسان‌های سلف ارگانایزی باشن. یعنی چی؟ یعنی انسان‌های خودمدیریتی باشن. یعنی احتیاج نباشه که مایکرو منیجمنتشون کنی. مثل پروژه‌های سنتی یک مدیر پروژه بالا سرشون باشه و دائما بگه این کار رو انجام بده، بعد این کار رو انجام بده، من ببینم کی چه کاری رو به اتمام میرسونید. تفکر اجایل اعتقاد داره شما دیولپرها انسان‌های دانش بنیانی هستین و میتونید در واقع کارهای خودتون رو خودتون منیج کنید. احتیاج به مایکرو منیجمنت ندارید. احتیاج نیست که یه نفر همش بیاد بالا سرتون بگه چجوری کار بکنید و خوبه که سلف ارگانایزیشن رو در خودتون پرورش بدید اگر در پروژه اجایل کار میکنید یا در هر پروژه دیگه. کلا سلف ارگانایز بودن اتفاق خوبی هست، یعنی خصلت خوبی هستش. بنابراین تمام مدت باید حواستون به این باشه که من یک دیولپر هستم، در پروژه اجایل کار میکنم، وظیفمه که خود مدیریت و سلف ارگانایز باشم و کارهای خودم رو مدیریت بکنم. و اصل آخر در مورد تفکر اجایل و فلسفه اجایل بهبود مستمر یا continuous development هستش. ببینید تیم‌های اجایل هر از گاهی دور هم جمع میشن و در مورد آنچه که پیش رفته حرف میزنن، فکر میکنن. آیا فرآیندهایی که انجام دادیم در 1 ماه گذشته همشون خوب بود یا احتیاج به بهبود داره یا احتیاج بعضی از فرآیندها کارا رو دیگه انجام ندیم؟ به این جلسات در واقع میگن جلسات بهبود مستمر یا ریتروسپکتیو که کمک میکنه که شما از آنچه که انجام دادید درس بگیرید و این درس رو منعکس بکنید در کارتون که این کمک میکنه در واقع به اینکه محصول بهتری داشته باشید، فرآیندهای بهتری داشته باشید، انسان‌ها اینتراکشن‌های بهتری داشته باشن. پس بنابراین توجه به بهبود مستمر بسیار بسیار مهمه. نه مثل خیلی از سازمان‌ها که می‌بینیم فرآیندهای اشتباهی رو ساله که دارن تکرار میکنن و بسیاری از افراد تو سازمان‌ها هستن که نسبت به این فرآیندها اعتراض دارن ولی اعتراضشون شنیده نمیشه. نکتهش اینه جلسات ریتروسپکتیو یا جلسات بهبود مستمر باید در فضایی اتفاق بیفته که اون فضا بسیار اوپن و باز هستش برای انسان‌ها، برای اینکه بتونن اظهار نظر بکنن، حرف خودشون رو بزنن بدون نگرانی و احساس ناامنی از اخراج شدن، از مورد قضاوت قرار گرفتن. بنابراین داشتن جلسات بهبود مستمر یکی دیگه از اصلای مدیریت پروژه چابک هستش. و حرف آخر، امیدوارم که تونسته باشم اصول مدیریت پروژه چابک و فلسفه چابک رو به خوبی براتون توضیح بدم و براتون بحث شفاف شده باشه.
ببینید باز هم میخوام تاکید بکنم پایبندی به اصول مدیریت پروژه چابک بسیار بسیار مهم هستش. در غیر این صورت نمیشه سازمان و پروژه رو به صورت اجایل پیش برد. این موضوعات بسیار فرهنگی و رفتاری هستن و نیاز به مهارت‌های نرم قوی دارن که شما بتونید در واقع در یک محیط کسب و کار اجایل کاراتون رو به صورت اجایل پیش ببرید. امیدوارم از ویدیو امروز لذت برده باشین. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.